قبل اینکه ویدیو شروع کنیم یه تبریک بگم. کانال تیکی دبلیوز به 100 عدد سابسکرایبر رسید و خب برای خیلی ها یه عدد خیلی نرمال و عادی و ساده است، ولی برای مایی که چندین سال بود داشتیم کار میکردیم و به این عدد نمیرسیدیم و گیر میکرد اصلا به طرز عجیبی و حالا رسیدیم. خیلی خوشحال کننده است که کانال عرفان هم همینطور تعدادش از همینجا بیشتر شد. این مقدار تبریک بگم و تشکر کنم ازتون که همراه ما بودید. هر نظری انتقادی همیشه گفتیم هست، حتما توی کامنت های ما بگید و همین دیگه. بریم سراغ ویدیو. فرد نقابداری که در وارگیمز مردان دخالت کرد بازم برگشت، اونم نه یه بار، 2 بار و به کمک لوگان پال و ویژن اومد و همچنان نمیدونیم کیه. از اون طرف ویژن قابل کنترل نیست و باعث شد الی نایت راهی بیمارستان شه. این یه سری اتفاقات مهمی بود که توی رای 8 دسامبر افتاد. ویدیو اسمکدان نداشتیم چون اسمکدان خیلی ضعیف بود. اون طرف NXT ددلاین رو داشتیم که ددلاین واقعا ایونت قشنگی بود. حیف که آندرریتده و آنچنان ویوی نداشت، نه توی کانال ما نه جای دیگه. اصلا بچه‌ها آنچنان ندیدنش، بچه‌ها توی نایت شو، ولی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم برید ببینیدش. ایونت قشنگی بود و هم اون آیرون سوروایور چالش میمیک مچ قشنگیه و افراد داخلش هم خوب بودن، هم مسابقه خوب بود، از هیجان نمیفته. فکر کنید 25 دقیقه مسابقه‌ایه که هیجانش نمیفته. واقعا از همون 2 نفر اول هیجان بالا بود. حالا جدا که اون 2 نفر اول الان توی سطح نایت مین ایونت مچ دارن و با هم تیمن، من جلوتر بهتون میگم، ولی واقعا جالب بود. خب مالم بکوبم ولی باز میکروفون بزنم. نمره ویدیو قبلی نداریم، NXT لاین هر چی بود تموم میشه. ما این ویدیو رو میریم و ویدیو بعدی دوباره نمره های بچه و نمره ویدیو قبلی رو داریم. این ویدیو نداریم، مستقیم میریم سراغ راه 8 دسامبر. گونتر وارد شد، رینگ جنرال گونتر وارد شد و راجع به بردش در تورنمنت The Last Time Is Now اومد صحبت کنه. گفتش نمیدونم چجوری برد الی نایت رو افتخار می‌کنه. جالبه. میگفتش که آیا تو قراره با بهترین رسلر و حرفه‌ای ترین فرد توی این حرفه روبرو بشی. که فکر نکنم آیا گونتر یه اشاره که یه تایمری آوردن رو صفحه که 4 روز و 23 ساعت و خورده مونده تا ساتردی نایت مین ایونت، که مثل اینکه این مسابقه اوپنرش رو هستش تازه و مین ایونت نیستش. عجیبه، اصولا ایش فرد میخواد خداحافظی کنه، مین ایونته که بعد از اون صحبت میکنه، کلی اتفاق میفته و خداحافظی میکنه، ولی این اوپنره و عجیبه. و گفتش سینا من نمیخوام ببرم، من میخوام کاری کنم تسلیم شی، کاری میخوام کنم که هیچ کس داخل نشه. خب چرا 4 بار تا الان جان سینا تپاوت کرد، 2 بار جلوی کورت انگل، 2 تا دیگه هم یادم نیست، که گفتش آره میخوام نابودت کنم، میخوام تیکه تیکه کنم. گفت میخوام بتره کنمت دیگه. گفتش که کاری میخوام تسلیم شی، کاری میخوام گیو اپ کنی. سینا نور گیو اپ. گفت میخوام گیو اپ کنی. تو بعد دید. بعد از این یه ویدیو از مین ایونت هفته پیش داشتیم که تگ تیم زنان بود که همه اومدن و اصلا یه بلبشویی بود. و بعد از اون آیا اسکای به همراه ریا ریپلی وارد شد برای مسابقهش با کایری سین به همراه آسکا، که کایری سین به همراه آسکا وارد شد. در همون مچ کارت سطح مین ایونت 3 مسابقه شو اعلام کردن. سولروکا در برابر بیلی، اوبافمی در برابر کودی رودز و جانسی در برابر گونتر که اصلی ترین مسابقه اون شبه. و بله بعد از اون مسابقه شروع شد. مسابقه خوب بود. ببینید نسبت به یه سری از مسابقه‌ای که شاید خیلی شما دوست دارید بهتر بود. چرا؟ چون از هیجانش نمیافتاد بعضی وقت. چرا؟ یه ذره اسم کرد خوابتون میگیره ولی برمیگشت به مسابقه. خب هم استوری داشتن با هم. کایری سین هم دیگه مشکلی با زدن آیا اسکای مثل اینکه نداشت، قبلا اذیت بود ولی الان دیگه اذیت نبود. آسکا هم طی مسابقه 2-3 بار کرمریخ اذیت کرد که یه بار ریا اومد سمتش، داور جداشون کرد. ولی بعد بریم به جلوتر، باز میریم با آخر مسابقه. یه حرکت خیلی خطرناک داشتیم که ریا کایری سین رو لبه رینگ سوپلکس کرد، پشت تنها با بیرون رینگ اونجا سوپلکسش کرد و خیلی خطرناک. آیا بعد اینکه سوپلکسش کرد همونجوری موند آیا اسکای. جالب بود، گفتم اینم بگم. بعد بریم آخر آسکا کرمریخ نوشتم اینجا اذیت کرمریخ. ریا گرفت خفتش کرد واقعا، اومد بزنه ریا رو که جاخالی داد و یه سوپر کیک خورد، بعدش هم پرتش کرد اون. در همون هی آیا هم بالای تنابگی کرد و یکی از حرکات کایری سین اینه که فرد بالای تناب پاش گیر کنه و برعکسه جفتا میپره میزنه تو قفسه سینش، که یه بار اینو زده بود، اومد واسه بار دوم بزنه که آیا گرفت و پرتش کرد اون. بعد از اون بالا فینیشرش رو زد و پین کرد و تموم شد. نمره TKW به این مسابقه نمره 3 هستش، بیشتر از 3 نمیشد واقعا، هیچ جوره نمیشد.
نمیشد اگر میشد بگی. بعد از اون لوگان پال و ویژن داشتیم که با پال هیمن داشت مشکلش با ری میستریو صحبت میکرد که برانو براسون اینجوری که اوکی بریم پدرشو در بیاریم بریم بذاریم که حله همین الان اوکی همین الان گفتش میتونم باهات صحبت کنم. پال هیمن پال خواستن پی او پی میخواستن خارج از وجود بی او بی صحبت کنن. بله پی او پی پال هیمن و لوگان پال با هم صحبت کردن. گفتش که اینو میخوام فقط بدونید و اینا که من باید ریوستر چیز کنم بعد میخوام اینترکانتیننتال ببرم اینا. پال هیمن گفتش که ببین تو اولین بار تو زندگیت بکاپ داری، این افراد هستن اینو کمکت کنن. گفتش ببین میخوام اینم شماها بدونید منم بکاپ اینا، منم هستم که کمکتون کنم، منم هستم که پشتتون باشم. و پال هیمن خیلی خوشحال شد. گفتش نمیدونستم چجوری بیشتر از این برات احترام قائل باشم و میبینم که میتونم. خیلی خوشحالم که این حرفا رو میزنی و اون پنج بوکس طلاییشو دوباره بهش داد. فقط من احتیاط دارم، فقط من just in case و همجوری رفت. بعد از اون خبرنگار داشتیم مثل اینکه استادیوم اون طبقه بالا نداشت که خبرنگار بالا باشه، پایین با بیلی و لایرا والکریا بود که بیلی گفتش برام مهم نیست. بله بچه‌ها مجازی برای من الان فرستادن، جالبه. میخواد کابوکی واریورز باشه، مهم نیست، ما میخوایم ببریم، ما میخوایم چیز کنیم و میخوایم کاربردهای تیمی رو بگیریم. و یکم هم لایرا والکر راجع به لیو مورگان صحبت کرد، خیلی وقت بود اسمشو نگفته بودیم تو در نمیاد. و آره لیو هم کال اوت کردن، تمام شد. بعد از اون ری میستریو وارد شد برای مسابقهش با فین بله که در حین ورودش نزدیکای رینگ لوگان پال پشت اومد زدش، همینجوری زدش، برد داخل رینگ زدش، اومد با این پنج بوکس بزنه که ری جا خالی داد، دوباره کتک، دوباره اومد بزنه، ری کشید زیر پاش و بردش تو 619 و داشت لوگان 619 میکرد که در اون لحظه یه فرد نقابدار اون پیدا شد، ریو زد، استامپ هم زد بهش و رفت. بعد از اون لوگان هم اون پانچشو زد به ری و الی نایت وارد شد، ریو نجات داد و گفتش لوگان اینجوری نمیشه هر کاری دوست داری بکنه، باید نمیشه یه هال اف فیم یه لژند رو اینجوری بزنی و بری، پس قرار راجع بابتش پرداخت کنی، پرداخت منظورش که بهاشو بپردازی، ببینید یعنی چی این مسابقه بدیم دیگه. و گفت اوکی. نایت هم جور که هی میگفت یه، اون میگفت نو، این میگفت یه، و آره تمام شد و الینات کمک کرد با ری برن، ری بنده خدا. و بعد از اون وار ریدرز وارد شدن، طلوع وار ریدرز وارد شدن، بدون ای جی استایلز و دراگون لی وارد شدن و در همون مچ ای جی استایلز و دراگون در برابر جیوان اوانز و لیون اسلتر، همون دو نفر اولی که آیرون سوروایور چالش رو استارت کردن و لیون اسلتر فکر کنم تی ان ای ایکس دیویژن چمپ، این دو تیم قراره با هم توی ساتردی نایت مین ایونت مسابقه بدن. خب سینا گفته بود من میخوام استعدادهای جوان از NXT یا جای دیگه تو اون شو حضور داشته باشن که یه کمکی بهشون کرده باشم و داریم میبینیم که افراد جوان و استعدادهایی که زیاد دیده نشدن تو اون شو حضور دارن. راجع مسابقه باید بگیم که وار ریدرز سنگین، محکم و کند عمل می‌کردن، چرا کار سرعتی هم می‌کردن ولی خب خیلی کندن نسبت به دراگون لی و ای جی استایلز با اینکه سنش بالاست همچنان خب سریع‌تر. مسابقه سرعت در برابر قدرت بود همونطوری که مشخصه و یکی که گیر می‌کرد خفتش می‌کردن دیگه. مهم نبود فیس بودن هر دو تیم، مهم بود که اونا سنگین کار بودن و هی سعی می‌کردن با قدرت کار پیش ببرن، در حالی که دراگون لی و ای جی استایلز با سرعت و موومنت‌های سریع کارو جلو ببرن. به اصطلاح چیزه اینم باید بگم که نیو دی کنار تیبل کامنتری حضور داشتن و داشتن مسابقه رو میدیدن، اونجا حضور داشتن و میدیدن مسابقه رو دیگه بودن کناری. در طی مسابقه بعد از کلی درگیری ای جی استایلز فنومنال فورارم ریتین که واقعا نمیشه اینا رو استایلز کلاشتن و با فنومنال فورارم ریتین کردن. یکی دو تا جا وار ریدرز بد خراب کردن، نتونستن هماهنگشن با دراگون لی و ای جی استایلز و یه ذره سوتی دادن ولی اوکی بود. نمره که من به این مسابقه دادم نمره 3.5 هستش و واقعا نمیتونم از این مورد بالاتر برم. بعد از اون نیو دی قبل اینکه بریم بخش بعد، نیو دی دوباره اومدن توی رینگ، فیس تو فیس بودن با چمپ هامون دراگون لی و ایجس که تم جی اوسو به صدر میاد. جی و جیمی برگشتن و اومدن و بعد جیمی و جی اینجوری بودن که نیو دی اینجوری نو پلیز نو، مردم همه اینجوری گفت ببخشید و دوباره ییتیت کنان بود استادیوم. بعد جیمی میکروفون گرفت و گفتش که ما برگشتیم به دیویژن تیمی، من خونه بودم و هفته پیش باخت برادرم رو داشتم می‌دیدم و اینا همه باخت‌هاشون رو طی سال گفت ورد تایتل، این حالا رو به اصطلاح تورنمنت باختای دیگه شون وار گیمز همه چی گفت همه چی باختیم ولی ما برگشتیم به
تگ تیم دیویژن ما گلد میخوایم، ما تایتل میخوایم. برگشتن رو به نیودی رو دیس کردن با ایجی استایلز و داگانلی هم چیزاشون که یهو برگشتن زدن زیر گوش نیودی و گریسون والر تک موند و اینجوری بود که من برم. رفت به طور خیلی خنده‌داری رفت و بعد اینکه برگشتن ایجی استایلز داگانلی اومدن تو فیس تو فیس و قشنگ تو صورت هم بودن، ولی در طی صحبتاشون به این اشاره کردن که هفته بعد نیودی و اوسوس درباره هم قرار میگیرن، قرار مسابقه احتمالاً نامبر وان کانتندر باشه برای تایتل تیمی. این مسابقه رو ما قبلا دیدیم خیلی زیاد، نیودی در برابر بعد خب بیگی و کوفی در برابر اوسوس توی هل نسل بودن. مسابقه خیلی قشنگی بود. امیدوارم الان مسابقه قشنگو ببینیم. امیدوارم به خاطر زمان و میدونم خیلی چیزای دیگه مسابقه خراب نشه. وقت بذارن برای این مسابقه. این مسابقه پتانسیلش داره. که بیگی نیستش دیگه. اگه بیگی بود خیلی قشنگ‌تر میشد. و بعد از این اون خانم خبرنگار بس رینگ بود به استف گفتش که پلیز ویلکام یور وومنز ورلد هیویویت چمپیون استفانی واکر اومد واکر و گفتش که سوال دارم ازت، بعدی کیه؟ هو ایز نکست؟ گولدبرگ. هو ایز نکست؟ گفتش که من میخوام با همه روبرو شم. در نیکی بلا گفتش که یکی تو یه لژندی، تو هال اف فیمری، ولی اینجا 15 سال پیش نیست، ما اینجا تو لاکن ریا ریپلی داریم. یکی دیگه رو یکی دو سه نفر رو گفت. داشت نیکی بلا رو یه ذره کال اوت محترمانه میکرد که نیکی بلا آز اومد و گفتش که ما کارمون تمام نشده و که راکل یهو پیدا شد، راکل رودریگز یهو پیدا شد و نیکی بلا رو واقعا به فنا داد. یه جور کوبوندش به ترن راکل، همین میله های بغل رینگ که خدا بیامرز. بعد به طرز عجیبی راکل اومدم برای تایتل و من قرار نابودش کنم. اسپانیایی هم خیلی صحبت کرد و عجیب بود برام چرا نگفتن لیو مورگان، بعداً هم حالا بهش میرسیم و گفت راکل خودشو چیز کرد که احتمالا استوریایی برای جدایی لیو از جاجمنت یا اتفاقات دیگه استوریای آینده. آیوی نایل و اون دوتا هیکل گنده امریکن مید تیمی چیچی برادرز همین چیزی بودن، خیلی وقت ندیدیم. اومده بودن باز با همین خبرنگار پایین استادیوم صحبت کنن و آیوی نایل راجع مچ هفته بعدش با مکسیم دوپری بر سر تایتل اینترکانتیننتال زنان صحبت کرد. مچ کاردی ازش ندیدیم ولی گفت مثلا که هفته بعد مچ داره. ولی قور میزد دیگه. راجع اینکه قبلا ما هم دوست بودید، موردی نداریم. من گفت نه من اصلا موردی ندارم اینا. و یه قرضه که این چمپ من چمپ نیستم، چطوری میشه منم میتونم ببرم اینا. و آره و تمام شد. بعد این جاجمنت دی داشتیم که راکل اومد و لیو گفتش که چرا منو نگفتی برای تایتل و خودت گفتش که ببخشید که نمیخوای دنبالش بری و اینا، که مهم نیست، خیلی خوشحال میشم تو قهرمان بشی ببینم قهرمان شدی و اینا. که راکل میره گفتش که من برام جای تایتل شات هم صحبت کنم و اینا. روکسان پرز رو گرفت و گفتش که من و تو هم باید مثلا که با هم کار کنیم، تیم باشیم اینا. گفتش که روکسان پرز گفتش چرا؟ گفت خب ما هم باید تایتل تیمی رو ببریم دیگه و گرفت بردش. و بعد از اون لارا وارکیریا به همراه بیلی وارد سر مسابقهش با روکسان پرز و به همراه لیو مورگان بود. روکسان هم به همراه لیو وارد شد. مسابقه اتفاق خاصی نداشت و اوکی. فقط بحث اینجا بود توی مسابقه اول زنان آیا اسکای در برابر داکوتاکای نیست یک ساله، من چی دارم میگم، در برابر کاری سین یه سری جا مسابقه میخوابید یا گیر میکرده انگار یه جور و خیلی تو ساب میشن میرفت. اینجا کمتر بود داستان، اینجا توی یه روال عادی بود، نرمالی بود، یه سری جا یه شوکی وارد میکرد ولی نمیخوابید، روند منفی نداشت، همش مثبت بود یا میومد تو حالت عادیش و میرفت. لیو اومد حواس پرتی ایجاد کرد که بیلی زدش، روکسان هم بیلی رو زد، ولی بعد از اون لایرا والکری اومد رولش کنه که یه رول بک و اینا هیچی نشد، بلند شده. یکم بریم جلوتر، روکسان بروز این فینیشرش که میره طرفای فرفره میزنن رو زد و پین کرد و برنده شد و نمره تیکی دبلی برای مسابقه 3 و 25 هستش. بعد از اون خبرنگار رو به همراه نیو دی داشتیم، دارم سریع میگم ویدیو سریع تمام. خبرنگار داشتیم به همراه نیو دی که نیو دی اومدن و باز هم داشتن قور میزنن راجع به اینکه ما خفنیم، ما بهترینیم، اوسوس بهترین نیستن. هفته بعد کل حرفشون همین بود، براتون خلاصه کردم، برید حال کنید. و بعد از اون بالاخره الی نایت وارد شد، رسیدیم به مین ایونت. و بعد از اون هم لوگان پال وارد شد. من انتظار داشتم مچ خراب بشه، مچ یو اذیتم کنه، ولی مچ خوب بود و ناراحت بودم اینکه خوب بود واسه اولین بار، چون حس کردم شاید قرار بد باشه. مومنتوم بیشتر دست لوگان پال بود ولی سر یک دو تا اتفاق افتاد دست نایت داشت واقعا نابود می‌کرد، سیگنچرش رو زد، حرکاتش بعد بگیم داشت میرفت برای برد.
که بران و برانسون هم ورودی اصلی اومدن و نایت حواسش به اونا پرت شد که لوگان دوباره مومنتومو گرفت دستش. بعد از اون نایت سیگنیچر زد فکر کنم که بران بریکر اومد بالا و حواس پرید که کتک خورد. بعد از اون برانسون رید اومد درست بگم اومد بزنه که الینایت کتک و برانسون رید زدش. اگه داور میدید مسابقه دیکیو میشد ولی داور ندید و بعد اینکه برگشت دید الینایت افتاده اینجوری بود که چه غلطی کردی. بعد از اونم اخراجشون کرد کنار رینگ که داشتن میرفتن. نایت و لوگان هم بیرون بودن. داور با بران برانسون درگیر بود که برید بیرون. دوباره فرد نقابدار مظاهر شد و استامپ زد به الی نایت و فرستادش تو. یه لوگان رو نگاه کرد و رفت و بعد از اونم لوگان فینیشر مثل اینکه زد و برنده شد و واقعا باید بالاترین نمرهش تا به این مسابقه دادم 3.5. نمره که به این مسابقه داده شد کی دبلیو نمره 3.5 هستش. فکر نمی‌کردم لوگان پال به جز اون مچش با سینا مسابقه اینجوری داشت. درست. خب می‌خواستم برم سراغ نمره‌اش رو و استورش رو تمام کنم ولی تموم نشد. ما فکر کردیم تموم شد ولی نه. اومدن همه داخل. پال منم اومد. پال داشت دوباره توصیف می‌کرد. برنده رو همونجوری که اون خانم نمی‌تونه درست کنه من برنده رو اعلام می‌کنم. 2 ساعت لوگانو برد بالا و گفت برنده شده و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و من نگران بودم چرا اتفاقی نمی‌افته که یه لحظه دوری بک‌استیج نایت نشون داده برگشت. یک لحظه. پال من داشت اون شهر رو هم دیس می‌کرد و داشت به اون شهر هم واقعا بی احترامی میکرد. حالا این بی احترامیات یه کاراکتره و واقعی نیست و این باز هم به این گفتش که بران بریکر میبره و قرار قهرمان جدیدتون بشه. برام میکروفون رو میگیره. برام میگه اون پانک واقعی کجاست؟ این آدم خندان و فیسی که الان هست میچرخه این دور و برا نمیگم این سی ام پانک نیست. من اون سی ام پانک قدیمی رو میخوام که وقتی میومد همه میترسیدن همه میفهمیدن با یه آدم قدرتمند طرفن یه همچین چیزی رو میگفت و میگفت بخوام با اون پانک قدیمی روبرو بشم که اگه روبرو نشم نابودت میکنم تیکت میکنم حتی زنتو واقعا گفت حتی زنت رو میگیرم. پال هیمن و برانسون رید اینجوری بودن که چی آروم باش حیوان آروم باش شک پاچه نگیر واق نکن. بعد دوربین رفت بک استیج نشون داد الی نایت که الینایت هم یادش میگفت پر رو باشه آدم همینه دیگه I'm not done yet. لوگان پال و برانسون رید رفتن. بران بریکر همچنان داشت پرومو میکرد و میگفتش که آره قرار تو مسابقه اسپیر 1 2 3. لوگان پال و برانسون رید رفتن بک استیج زدن نایتو انداختنش رو تیبل و داشتن میرفتن بی خیالش میشدن که الینایت باز داشت تکون میخورد این وول میخورد که گفتن نه کنن زنده است و بردنشون روی ماشین. نایتو بردن بالا و برانسون رید سونامی زد از اون بالا روی الینایت. اینو قبلا با آقای این کی بود اسمشو یادم رفته توی وایت فامیلی بود ریشه بلندی داشت از دبلم اخراج شد همین چند وقت پیش هم داشتم اسمش یادم رفت. این اتفاق قبلا افتاده کاری نداریم ولی سونامی زد هیچ آنچنان ماشین اتفاقی نیفتاد. واسه بود ماشین داشت یه بوق میزد نمیدونم چجوری شد ماشینای بغلی بودن در صورت که سونامی زد و الینایت اون زیر ترکید و بالاخره اومدن کنار و بیخیال شدن که بعد از اونم یه ویدیو ما پیدا کردیم دیدیم که الینایت رو روی یه از این برانکاردای بیمارستانی گذاشتن و کلی چیزا بستن بهش رو دارن میبرنش که احتمالاً مصدوم مثلا میگن مصدوم نیست شاید هم نگن و در صورت برسیم به نمره شو و استار شو. نمره شو تی دبلیو به این شو نمره 2.75 هستش دیگه. حس کردم نسبت به شوهای قبلی خیلی ضعیف‌تر و استار شو واقعا باید باز میگفتم ایجی استایلز ولی ایجی استایلز هم نتونست آنچنان کاری کنه و میخواستم تو مین ایونت چیز کنم 100% نمیگم لوگان پال پس مجبورم میگم الینایت استار شو تی دبلیو هستش نظر بنده و نظر حالا کل گروه عرفان هم استار شو هم الینایت و دیگه حرفی نمیمونه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظری انتقاد چیزی بود بگید و بله تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.